خب رسیدیم به قسمت معامله با مدیریت ریسک که توی ربات مدیریت سرمایه داریم. ما با اکسپرت توی ویدیو قبلی آموزش دادیم برای کسایی که حالا با ویندوز کار میکنن و میتونن این کار رو بکنن و راحت هم باشه. حالا دوستانی که راحت نیستن یا با گوشی دارن ترید میکنن یا به هر دلیل اکسپرت نمیتونن استفاده کنن، باید بیان داخل کانال فارکس آرنا، منوی کانال رو بزنن، قسمت اکسپرت مدیریت ریسک رو بزنن، ربات مدیریت ریسک رو کلیک کنن. ربات رو که کلیک میکنید گزینه استارت رو حالا میزنید، سلام به مدیریت سرمایه خوش آمدید. این ربات کمکت میکنه معاملاتت رو با مدیریت ریسک درست وارد شو، جلوی نابودی حسابت رو میگیره. شما مدیریت سرمایه جدید رو کلیک میکنید. اگه خواستید حالا قسمت آموزش و اینا رو هم ببینید. چند دلار به عنوان سرمایه اولیه در حساب معاملاتی خود دارید؟ ما فرض میکنیم این حساب دمو حساب واقعیه و 4985 تا هم داخلش پوله. 4985. خب حالا مال شما 100 دلاره، 200 دلاره، 1000 دلاره، 10000 دلاره، هر چقدر هست همون رو اینجا وارد میکنید. لطفاً نحوه محاسبه ریسک خود رو انتخاب کنید. حالا ما اینجا دو تا راه داریم، دلاری بکنیم یا درصدی. داخل اکسپرت هم همین قضیه بود، میتونستید این کار رو بکنید، ولی خب ما درصدی رو پیشنهاد میدیم به شما که درصدی رو بزنید. دوستان اینا رو سریع انجام میدیم و حالا دستگاه عادت میکنه راحت من دارم توضیح میدم، شاید یه مقدار طولانی میشه. درصد ریسک هر معامله رو به صورت عدد وارد کنید. من الان عدد 2 رو میزنم چون من یه معامله الان میخوام باز کنم روی این سیگنالی که داخل کانال هست. میزنم، نوشته که سرمایه اولی حالا 4985 و درصد ریسکمون هم گفته و اونجا جلوش نوشته که اگه استاپ بخوریم چقدر، 99 دلار از ما کم میکنه. 2% سرمایه اولی ما میشه 99 دلار. خب میگه که لطفا یک استراتژی انتخاب کن برای مدیریت سرمایه. شما استراتژی مبتدی رو انتخاب کنید. خب ما ارزی که انتخاب کردیم فارکس ایدی فرانک هستش و فارکس رو میزنیم. اینجا تمام ارزهای فارکسی رو که ارزهای پر طرفدار و کارآمدی هستن تو بازار و اگزوتیک نیستن، اصلا ارزهایی هستن که میشه باشون معامله کرد و اینجا داریم. خب نماد من ایدی فرانک. ایودی ها از اینجا شروع میشن، بلافاصله پیداش میکنیم. خیلی من این ترتیبش رو جوری چیدیم که شما به راحتی بتونید اینا رو سریع پیدا کنید. خب ارزم حضور شما که خب الان ارز ایدی فرانک هم انتخاب کردیم. نقطه ورود معامله خود رو به صورت دقیق ارسال کنید. خب من داخل کانال سیگنال این سیگنال رو دادم که تو قسمت قبلی هم صحبت کردیم راجعش. نقطه ورودی که داره همینجا میتونیم کپی کنیم، میتونیم بریم تایپ کنیم 58247 058 حد ضرر معامله خودتون رو به صورت دقیق اعلام کنید. دوباره میام اینجا 58707. خب این رو هم تایپ میکنم اینجا، همونطور که میدید 19 صدم برای من اینجا لاتش تعیین کرد، ولی یعنی من میتونم الان یک معامله 19 صدم باز کنم. البته الان ببینیم عدد کجا بود دقیقا، 58247 240. حالا خیلی از چرا یه مقدار فاصله گرفته از نقطه ورود، ما معامله سل دادیم اینجا، نقطه ورود فاصله گرفته. حالا به فرض ما فرض میگیریم که اکسپرت هم نداریم، این اکسپرت رو ببندم. خب
ما میایم الان 19 صدم رو با همون استاپلاسی که تعیین شده بود انتخاب میکنیم اینجا 19 0.19 همینجا سل رو میزنیم استاپلاسش رو دیگه معامله مارکته دیگه من همین الان میخواستم وارد بشم استاپلاسش رو تعیین میکنم و تیپیش رو هم همینطور حالا به فرض همون تیپی درست رو ما اینجا گذاشتیم خب ببینید همونطور که ببینید من برم رو معامله $115 از من کم میکنه اگه استاپ لاس بخورم این به خاطر چی بیشتر شد؟ به خاطر اینکه نقطه ورود ما بالاتر بود دیگه ما پایینتر اومدیم الان ریسکمون بیشتر شده در حقیقت پس اینم نحوه کار و محاسبه ریسک شما با ربات مدیریت سرمایه همه ارزها هم اینجا هستن البته کسی هم اگه بخواد جای دیگه معامله کنه اگر صرافی داشته باشید که شما این نماد ایل فرانک رو داشته باشه اینجا هم مارجین و لیوریج شما رو بر اساس سرمایه‌ای که دارید پیشنهاد میده که میتونید اینجوری معامله کنید تا درصد ریسکتون درست در بیاد امیدوارم که استفاده کرده باشید خدا نگهدارتون